آغاز روند آبگیری از بند پاشدان بعد از 40 سال و انتقاد کشور ایران از ساخت و آبگیری بند پاشدان توسط حکومت امارت اسلامی. ساخت بند پاشدان با 95% پیشرفت به مرکز تفریحی باشندگان هرات تبدیل شده است. پیشرفت 95% کار ساخت بند پاشدان و آغاز روند آبگیری آن جذابیت و زیبایی خاصی را در این منطقه بخشیده و اکنون بند پاشدان به یکی از جاذبه‌های دیدنی و تفریحی هراتیان تبدیل شده است. هزاران تن از باشندگان هرات با وجود سردی هوا در روزهای رخصتی با حضور در بند پاشدان با خاطر آرام از امنیت به وجود آمده به تفریح و سرگرمی در این بند می‌پردازد. لله الحمد، با پیشرفت کار بند پاشدان و امنیت موجود این ساحه به منطقه گردشگری و تفریحی شهروندان ولایت هرات و سایر ولایت همجوار در این اواخر تبدیل شده که ما شاهد افزایش گردشگری در این منطقه به طور روزانه هستیم. مسئول پروژه بند پاشدان میگوید که قرار است کار این بند آبگردان تا پایان سال جاری تکمیل گردد و در حال حاضر بیشتر از 400 نفر در آن مصروف کارند. با وجود سردی هوا، جنب جوش مردم در ساحات اطراف بند پاشدان بسیار پررنگ است. بند پاشدان هرات یکی از بندهای بسیار مهم است که در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. این بند برای مردم هرات 3 سال قبل یک رویا بود، اما اکنون این بند گردشگران زیادی را جلب توجه خود ساخته است. این بند 25 کیلومتر دورتر از مرکز شهر هرات است و روزانه هزاران تن به خاطر دیدن در این بند می آید. طبق آمارها تعداد زیاد شغلها در این منطقه ایجاد شده است و افراد زیاد مصروف ساخت رستوران، سوپرمارکت و غیره هستند. در همین حال کشور ایران از ساخت بند پاشدان و آبگیری از آن ابراز نگرانی می‌کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب دریاهای مرزی و رفع موانع در این راستا شد. به گزارش خبرگزاری ایران، اسماعیل بقایی با اشاره به پیوندهای هویتی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و تمدنی ایران و افغانستان و حضور نزدیک به 5 دهه میلیون‌ها افغان در ایران، حفظ مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف را مستلزم احترام به منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یکجانبه آسیبزا دانست. این در حال است که امارت اسلامی بارها تاکید کرده که با تامین حقابه ایران مطابق معاهده سال 1351 متحد است، اما ایران همچنان باید وضعیت خشکسالی را در نظر بگیرد. کارشناسان مسائل آبی به این باور است که انتقاد کشور ایران از ساخت این بند کاملا بیجاست، به دلیل اینکه این بند در منطقه مرزی با ایران ساخته نشده است. ساخت بند پاشدان در سال 1390 خورشیدی آغاز شد، اما به دلایل مختلف ساخت این بند به تأخیر می‌افتاد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید بند پاشدان از پروژه های مهم ملی است که تلاش میکند در وقت تعیین شده تکمیل و به بهره برداری برسد. مسئولان این پروژه میگویند هزینه ساخت این بند حدود 117 میلیون دلار می باشد. این بند حدود 65,000 جریب زمین را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد. این بند آبی در ولسوالی کروخ هرات است. کار ساخت بند پاشدان را یک شرکت داخلی با همکاری شرکت آذربایجانی پیش میبرد. انجینران این پروژه میگویند این بند آبی بیشتر برای زراعت و آب و آشامیدنی ساخته شده است. این بند میتواند 54 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند و 2 میگاوات برق تولید کند. به گفته مسئولان بند پاشدان، در اوایل سال 2025 میلادی ارتفاع آب 15 الی 20 متر بالا آمده است. جهان سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. نظر، انتقاد و پیشنهاد خود را در بخش کامنت بنویسید و برای حمایت از من کافی است این ویدیو را لایک و چینل یوتیوب افغان میدیا را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.